میگن پنیوایز همیشه یه دلقک نبوده. خیلی قبلتر از اون که شهر دری ساخته بشه، چیزی از آسمون سقوط کرد. یه موجود که هیچ اسمی براش وجود نداشت. زمین اون نقطه رو بلید و زیرش یه تونل بیپایان ساخت. اونجا شد خونه اون چیز. میگن از بدنش نور بیرون میومد، اما اون نور ذهن آدمو میسوزوند. هر کس نگاش میکرد میدید بدترین ترس زندگیشه جلوی چشماشه. هزاران سال گذشت تا بالاخره فهمید آدمها با ترس زنده میمونن و خودش از ترسشون سیر میشه. پس چهره خنده‌دارترین چیز دنیا رو برداشت، یه دلقک. پنیوایز از خنده زاده شد، اما از وحشت تغذیه میکنه و هر 27 سال دوباره بیدار میشه، چون ترس هیچ وقت نمیمیره.